السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، الان 10 آیه از سوره یوسف با ترجمه اش تلاوت کرده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را، این آیات های کتابی روشن است. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. به درستی که ما آن را قرآن عربی فرو فرستادیم باشد که شما به عقل دریابید. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما با وحی فرستادن خود به سوی تو این قرآن را بر تو بهترین قصه می‌خوانیم و همانا حال این است که تو پیش از آن از بیخبران بودی. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یاد کن چون یوسف به پدر خود گفت ای پدری من، به درستی که من به خواب 11 ستاره و آفتاب و ماه را دیدم، اینها را برای خود سجده کننده دیدم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. گفت ای پسرک من، خواب خود را پیش برادرانت بیان مکن که آنگاه در حق تو حیله بیندیشند. همانا شیطان دشمن آشکاری آدمی است. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و همچنین پروردگارت تو را برگزیند و به تو علم تعویل احادیث را بیاموزد و نعمت خود را بر تو و بر فرزندان یعقوب تمام کند، چنان که آن را پیش از این بر دو پدری تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود. همانا پروردگار تو دانای استوارکار است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. به درستی که در قصه یوسف و برادران او برای سوال کنندگان نشانه ها هست. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. چون گفتند یوسف و برادری حقیقی او نزد پدرمان از ما دوست داشته تر است و ما گروه نیرومند هستیم، همانا پدرمان در خطای آشکار است. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین.
یوسف را بکشید یا به زمینی نامعلوم بیفکنید تا توجه پدر شما به سوی شما شود و تا بعد از این گروه شایسته باشید. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. گوینده از آنها گفت یوسف را مکشید و اگر کار کردنی هستید او را در چاه تاریک بیفکنید تا بعضی از کاروانیان او را برگیرند. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ.